این صحبت راجع به دوتا زلزله اخیر ایران در نزدیکی شهر بوشهر و یکی هم در مرز پاکستان که شهر سراوان بود. من همچین زلزله هایی رو بهش نمیگم زلزله های شماها بعض وقتا میگید طبیعی. اولا هیچ چیز طبیعی نیست و همه به خواست خداست. ولی این دوتا زلزله اخیر و زلزله بم زلزله هایی نیستن که مستقیم خواست خود خدا باشه. خدا فقط در این رابطه وسیله‌ای بوده، برده‌ای بوده که خواست شخص یا گروهی رو پیاده کرده و اون شخص خود من که امام زمان هستم نبوده. حالا چرا اینجوری میشه؟ چرا خدا این وسط یه دفعه خواست دیگری رو اجرا میکنه به طوری که مثلا حتی چیزی که از خیلی قدیم طرح و نقشش ریخته شده بوده، طوری که سریال تلویزیونی دکتر هو BBC یه چند تا برنامه راجبش درست میکنه، چند تا اپیزود راجبش درست، چند تا من نمیدونم اپیزود به فارسی چی میشه، یه چند تا اپیزود راجبش درست میکنه که ما چجوری با زلزله به توسط یک ایرانی احمقی قلعه شهر بم رو ویران میکنیم. اینو از خیلی قبل تو این دکتر هو برنامه‌شو پیاده کرد و در عمل هم دیدیم که تونستن از طریق خود منو تحت شکنجه بذارن و خودشون خدا طوری که خدا به کمک خودشون بیاد و وقتی خدا به کمک خودشون آمد، به فرمان خودشون اومد، زدن قلعه بم و با زلزله داغون کردن و 30-40 هزار نفر هم باش کشتن. این یکی زلزله شهر بوشهر هم غرض نزدیکی شهر بوشهر غرض خود شهر بوشهر بوده. منظور 100 کیلومتری شهر بوشهر نبوده. دقیق نتونستن بزنن، فقط فرقش همینه. دقیق اگر میتونستن بزنن خود شهر بوشهر رو زده بودن و منظورشون با زلزله ویران کردن نیروگاه اتمی بوشهر که اگر این کار موفق شده بودن کثافت رادیواکتیو تموم بوشهر و منطقه رو اصلا داغون میکرد شاید. و حالا چرا اینجوری میشه؟ میدونید حالا چرا یه دفعه خدا خواست منی که امام زمانم رعایت نمیکنه؟ خدا خواست 100 میلیون ایرانی که هر روزی 5 بار دلا راست میشن و خدا میکنن و قرآن میخونن و فلان و فلان، چرا خواست اینا رو رعایت نمیکنه ولی خواست یه خائن پس فطرتی بین این دوروریایی که دور من داده بیداد میکنن خواست یکی از اینا رو رعایت میکنه و اونم هرچی که اربابش بهش میگه همونو خدا رو مجبور میکنه همونو پیاده کنه. ببینید یه 2 تا مسئله داریم. یه موقع هست که مثلا شما میخوای انتخاب بکنی بین مردم، میگی خب آقای فلانی آدم خوبیه، ایشون با من، آقای فلانی آدم خوبیه، آقای فلانی آدم خوبیه، آقای فلانی آدم خوبی نیست. میبینی اون یا آقای فلانی اصلا با من ذاتاً دشمنه، اینو اونم خوب نیست. یه موقع اینطور میتونی اینو بگی. یه موقع هست
که دیگه خوبی و بدی به هیچ وجه مهم نیست. یه موقع هست که فقط کی طرف منه، کی با منه، کی دشمن منه. چه موقع اینطوری میشه؟ وقتی که مثلا خود امام حسین رو حمله کردن که مثلا بکشن، اون موقع خود هور که مثلا همینجور خودشون میگن، من حتی بدم میاد از این طرف هور، خود این هور چون این مخالف بوده که امام حسین کشته بشه، اونم خدا از امام حسین میدونی دیگه اون موقع خوبی و بدی و اینا همه ریخته میشه دور. میدونی کی طرف ماه؟ چون مسئله مرگ و زندگیه. وقتی مسئله مرگ و زندگیه، وقتی مسئله طوریه که امام زمان تنهاست و همه بد بودنشون شکی درش نیست، ولی یه سریشون واقعا دشمنن و میخوان از بین ببرن، یکیشون نه. میدونی اون موقع خدا مجبور خودشو به بردگی اون یک کثافت در بیاره که مخالف با مرگ امام زمان، یا مخالف با از بین رفتن مرگ منافع امام زمانی، یکی از این بالاخره حالات. خدا مجبور خودشو برده اون کنه که هر چی که اون میخواد اجرا کنه که اون به قدرت برسه و گروه دار و دسته‌ای که همون مثل اون هستن و نمیخوان اون امام زمان از بین بره، یا نمیخوان اون منافع امام زمان از بین بره، این گروه دار و دسته قدرت بگیرن نسبت به بقیه کثافات. برای همینه که من گفتم اینا وحی کون دادن برای من میفرستن. خب بدون شک اون کثافتی که وحی کردنشو برای من میفرستن، اون کثافت در کثافت بودن شکی نیست، در آشغال بودن شکی نیست، ولی در بین این کثافات یک فرقی داره. از یه جهت یه دشمنی با این کثافات داره، یه مخالفتی با این کثافات داره، یه گروهیتی، مثلا نمیدونم چپ و راستیتی، یه مسلمون و کافر بودنی، در یه رابطه‌ای با بقیه کثافاتی که دور منن و دارن صبح تا شب داد میزنن و آزار میدن، با بقیه اینا یه همچین فرقی داره. یا حد اکثر مثلا اگر بنده دنبال دختری هستم، یا بنده مثلا مخالف دختربازی اینا هستم، لااقل اون یکی، معذرت میخوام، کونیه و دنبال دختر نیست و با اونای دیگه فرق. میدونید به یه دلیلی هست که این همچین کثافتی مثلا قدرت میگیره. این فکر میکنم دلیل این باشه که اینا از این طریق خواست خدا رو خواست خودشون میکنن و زلزله قشنگ میفرستن همون جایی که گرابندی کردن، چجوری بگم، دقیقا همونجا رو میزنن. چون مسئله اینه که دیگه خوب و بدی مسئله نیست، چون همه که دشمن باشن دیگه خوب و بدی نداره. و من کلن راجب این دو تا زلزله اخیر و زلزله بم
یکی راجع به شهر زلزله شهر بوشهر این سوال رو دارم از جمهوری اسلامی، از سران جمهوری اسلامی، از مردم ایران، که ببینم چجوریه که شماهایی که از تقریبا بگم 10-15 سال پیش تا حالا 1000 تحریم رو از طرف اروپا و امریکا و دنیا تحمل کردید که یه انرژی اتمی داشته باشید. دلار رو نمیدونم از 500-600 تومن رسید قیمتش به الان 4000 تومن که شما انرژی اتمی داشته باشید. چطوری از این طرف شما اینقدر 10 سال 15 سال خودتون رو به سختی میدید، به هزار بدبختی میدید، از اون طرف خود امام زمان که به راحتی از طریقش میشه همچین برنامه‌ای رو پیاده کرد که وسط نگرش داشت، با دشمن محاصرش کرد و خداوندش رو به بردگی گرفت و به راحتی زلزله فرستاد و خود نیروگاه اتمی بوشهر رو داغون کرد. چرا اینو چجوری میگن؟ ما یه